هوا بهتر شده انشالله؟ الحمدلله بهتر شده. سلام استاد. مالک شالا جان خوب هستین؟ هستین استاد ساتون. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خوب بخیر. از خدا شما خوب هستین؟ از شما صبح بخیر، از ما شب بخیر. خاطره جان خودت کامپیوترت هست برای چی ریکاردینگ تواز کن؟ از خودت تواز کدم خاطره جان ریکاردینگ ته. استاد ببخشید اجازه ریکارد با ما بدین. با کی هستی خودت ببین؟ شهلا. استاد شهلا. این دیستی. What should recording it? استاد میبخشین یک مشکل هست فعلا که به حساب هم مسات تصویر و چیزا خود به حساب چی شده مسدود شده به حساب ویروس کرونا دیگه جمع دکتر سیبور دیگه میگه ما نمیفهم ما تا چی ادامه داده بتانیم. ولی من نفهمیدم نزدیک میکروفون که بیاین اول خب بخلم برای ماسک گپ میزنین گپتان فهمیده نمیشه. دوم نزدیک میکروفون بیاین. استاد به حساب ویروس کرونا استاد به حساب مقامات وقایع میشه تمام مسات تحصیلات عالی و خصوصی و همه چیز به حساب کورس ها و چیزا همش تعطیل شده. اینا رو گفتم که نمیفهمم. اگر در اینجا حال کلگی در فاکولتا بسته شده تمام فاکولتا را از روی آنلاین روی نمی پروگرام زوم درس میدن. اگر شما میخواین که برای اینکه شما چند نفر یک جای میشینید قطع کنین فعلا قطع میکنیمش. نه فعلا نه استاد خب بعد از این گفتم هفته آینده باز ما تصمیم بگیریم که مجبور دیگه استاد ما آنلاین از خانه خود امکانات فراهم. ما هیچ مربوط نیست. کسایی که تنها هستن در خانه هیچ برشان چی نمیکنه. کسایی که با هم یک جای میشن شما هم ماینه خانه دارین ماینه خانه ایتان بسته کردین. ماینه خانه ایتان 100 دفعه از اینجا که در های ریسکتر است. ماینه خانه خو از اینجا که در 100 مرتبه های ریسک است. باز اگه شما خواسته باشین که این بسته کنین از ما خبرتان ترانسمیت نمیکنه از شما برای ما ترانسمیت نمیکنه. شما در مابین خود یکی دیگه ترانسمیت میکنید نقل میکنید. در حالی که ماینه خانه فوق العاده خطر اینجا تمام ما خو هفته یک روز میرم در امرای رزیدنس‌ها کلینیک کمک میکنم هنوز رو بسته نکردن. دیگه رستوران ها و اینا کلگی بسته شده. تمام جمنیزما و تمام جاها بسته است و مکتبا و فاکولتا همش بسته است. از من دخترم صدیقه که داکومنتریش روز دیدین او دمو یک فاکولته بسیار کلان آرتس درس میته او رو چیش بسته کردن درسایش از خانه درس میته. استاد ببخشین امی ریکاردینگ من اجازه بدین. از شالا جان از کی هسته؟ بله از شالا. اینه بله. اینه what should record it then? شد استاد بله شد. خوب بشه. خب باز اختیارتان دیگه خودتان بس فیصله کنین اگه میخواستین کی را چی کنین که اما یک مطل اصلی که میگن که اگه اوتو نباشه بر ما فرق نمیکنه. ما خب بیزو امرای جاوری گپ میزنم امرای شما مگه خواسته باشین من ایره
کسی که خواسته باشه قطع میکنه، اختیار خودتان. این میتینگ ما به سرایت کرونا هیچ کدام رول نداره. باز اختیار خودتان. اگر میگفتین چی میگفتن؟ میگن درآور که دلش نمیشه میگه داشت دا قلق تیز میکنه. شما استاد ببخشید، هدف دکتر صاحب این بود که اگر ما از طریق خانه است که مستم یا دکتر صاحب پلوشه جان است ایتو کنکت شویم، امکان داره اینا هدف بسیار کسی که از طریق خانه میکنن. اینا هدفشان درس قطع کردن شما نبود استاد؟ نه وقت میفهمم که طرف من نبود. نه مقصد میست که یعنی میتینگ ما بین خود شما چیست که از اینجا هیچ کنم این خاطر جان از خانه خود از ایرات هم ما با تماس است. و معالیزه شالا جان اینا کلگی از خانه خود میتونن. منطقه باز در اونجا کمپیوتر نداشته باشین رکورد کده نمیتونین. همراه تلیفون هایتان اگر اینترنت خوب داشته باشین ضرور نیست که اینجا بیاین. اینجا ما اینترنت از اینجا رو خب ما نصب کردیم برای شفاخانه شفاجو. اگه باز چی شد بازی را اینترنت از اینجا قطع میکنیم برای که هر ماه تقریبا $100 برش فیس میتیم ما. خب شروع کنیم استاد براتان دیگه بخیر. حال اصطلاح سیزارین سکشن از بین رفته. حالی را کلش سیزارین دلیوری میگن. نمیفهم چرا تبدیل کردن این رو. خب به هر صورت استاندارد امروز به نام سیزارین دلیوری یاد میشه. از نظر تاریخچه است که از خاطر سیزارین میگن. شما خودتان میفهمین که از خود جولیوس سیزر در روم اولین دفعه که از سیزارین شده بود از خاطر به نام سیزری یاد میکنن. 4.5% در 1965 بود در امریکا، 25% در 1999، در 2018 به 33% بالا رفت. علت بالا رفتن از این چند چیز است که اول خود بریچ تقریبا نیشت اینجا کسب ولادت نمیکنه. دیگه موضوع داوا و دوابازی بسیار زیاد شد در امریکا که اطفالی که بعد از ولادت برشان تشوشات دماغی یا چیزی پیدا میشد، اونا از خاطر حالا اکثر تقریبا استاندارد نرمالش 13 تا 15% است. کسایی که 13 تا 15% سیزارین میکنن اونا یک استاندارد نرمال است. یعنی دی گراف هم براتون نشون میده. میبینید که گرافش به صورت منظم بالا رفت که این 2025% رسید و در شفاخانه ملالای 3.9% بود یک وقتی که هم بسیار کم است. باید از 3.9% بالا باشه، در حدود 10 تا 12% باید باشه. به هر صورت این حال سببی که چرا سیزارین بلند رفته. از شما چند است؟ خاطر جان از شما در ایران چند است؟ چند فیصد از سیزارین هایتون؟ به شفاخانه که من کار میکنم خب دولتی خیلی به جریان میاد فعلا در 50% هم میرسه، بعضی وقت به 60% هم میرسه. منتها اونجا به خاطر از اینکه من تنها نیستم، چند تا از دکتر صاحبای دیگه هم بعضی دکتر صاحبا خیلی زود تندیس میکنم میریزاره. 20-25% هم بد نیست. 33% بسیار زیاد است. خود تعداد ولادتایی که در یک سال میشه اون معلومدار میبینه که چقدر سی سکشن شده و سیزارینش رو میبینه که فیصدیش چقدر است. خب به هر صورت reduced parity, approximately half of the pregnant women are nulliparous. حال نصف کسایی که حامله دار هستن اول باری هستن و مخصوصا که older women are having children. بسیار کسایی انتظار میکشن که درس خود خلاص کنن، فاکولته خلاص کنن، رزیدنسی رو خلاص کنن. بعد در سال بالاتر از 35 معلوم دار اختلالات ولادی زیادتر است. دیگه الکترونیک فیتال مانیتورینگ یا CTG کاردیوتوکومتری برای که یک وقت بود که اونقدر وقت تشویش طفل پیدا کردن نمیدونستن. حال اطفالی که کمک کنه به تشویش دچار میشن میکنن. دیگه بریچ پریزنتیشن است. management of mid pelvic delivery را
ما شما در میخانیکت لیبر دلیوری دیدیم. مید پلویک دلیوری مید فورسپس هم میگن که روتیشن باید کنه آدم. اگر روتیشن نکنین طفلا ولادت نمیکنن. ما وقتی که پرکتیس میکردیم و در وقت رزیدنسی بودیم مید پلویک دلیوری رو میکردیم و در وقت ریسرچ هم ثابت شده بود که کسایی که صحیح ترین شده باشن و یک قضاوت فوق العاده درست داشته باشن و خودشون تجربه و دست خوب داشته باشن، اینا را مقایسه کردن که spontaneous vaginal delivery همراه mid forceps delivery rotation همراه vacuum delivery تشوشات در مابین طفل از نظر سبرکنات هموراج و از نظر جروحات اینا با تمام مانا یک چیز بود. کسایی به پرابلم میشه اطفالشون که یا تجربه درست ندارن یا ایسته که وقتی که میبینن که امکانیتش جروحات طفل است باید استادشون توقف بتن. مردمی که توقف نمیتن کوشش میکنن زیادتر که ولادت کنن از راه پایان، اونما خطر جروحات طفل پیشون زیادتر است. دیگه حال در منیجمنت مید پلویک ایش نمیکنن. 4% تمام پروگرام های رزیدنسی در امریکا مید پلویک درس میتن. ما خودم در 15 سال آخر یا 20 سال آخر ایش ندیدیم که در شفاخانه یونیورسیتی مید پلویک کسی کرده باشه. اصلا نمیفهمم که چی رقم میشه. دیگه مال پرکتیس یعنی دعوا که میکنن، لیتیگیشن، دیگه سوشو اینما که این دموگرافیک می پلیر و کسایی که سوشو اکونومیکشون خراب است و در جاهای کجا زندگی میکنن یا ممکن است که یک رول داشت بازی کنن. یعنی اینجا ببینین که previous C-section در نروژ 94.5 که از چی خاطر سزارین میشه؟ کسایی که پیشتر سزارین شده در نروژ 94% با سزارین میکنن. حالا یک وقتی میگفتن که once a cesarean always a cesarean. برای از اینکه کسی هیچ وقت نمیخواست که یک ریسرچ بکنه از خاطری که میترسیدن که میگفتن unethical است، ممکن است که از نظر اخلاق طبابت آداب طبابت درست نباشه که مادرایی که پیشتر سزارین شدن اینا رو آدم یک چانس ولادی بده که برام وی بک میگن. وی بک vaginal birth after C-section. وی بک vaginal birth after C-section. باز در اسکاتلند 86%شون سزارین میشن، در سویدن 47% سزارین میشن که وقتی که یک دفعه سزارین شده باشه و در امریکا 80%شون. بریچ ببینین که چقدر فرق میکنه. در نروژ 60% چی میکنن 40% ولادت میکنن. در امریکا در 1999 83 بود، حال تقریبا 95-96% شده که ولادت میکنن که سزارین میکنن. دستوشی کسایی که سفل پلویک دیسپروپورشن دارن در نروژ 31% ولادت میکنه. ببینین که در سویدن 22، در امریکا چقدر زیاد است. برای اینکه ولادی رو میگن که یک بحث آرت است نه یک بحث ساینس. اتنیست که همیشه 2-2-4 میشه، بعض وقت 2-2-5 میشه، بعض وقت 2-2-8 میشه. نظر به قضاوت هر کس، نظر به اینکه چقدر میترسه، چقدر تجربه داره، تصمیم خود میگیره. فیتال دیسترس در امریکا 36% سزارین میشه، در حالی که در اسکاتلند 15%. ببینید چقدر فرق است. دیگه واقعاتش توتالش یک ببینید در نروژ 12% است، حالا در اسکاتلند 14%، در امریکا اینه 23% که حالا بلند شد تقریبا 35% شده. این از یک ایستایی 1995 سالی بسیار زیادتر شده. حالا پیشتر بهتون میگفتم، یادم رفت بهتون بگویم خود چطوری را وی بک حالا اجازه میتن. وی بک به تمام مانا استاندارد است. کسایی که پیشتر سزارین به شرطی که سزارینش آدم 100% بفهمه که low transverse cesarean section شده، lower segment cesarean section شده. اگه یک اشتباه هم باشه که lower segment نشده پیشتر باید cesarean delivery شده.
چرا بازچی کردن در سالهای 70 و 80 در یونیورسیتی امریکایی در بیروت که اونجا موضوعات دعوابازی و قدر زیاد نبود، در اونجا 3600 مریض به قسم رندمایز کنترل مطالعه کردن که دیدن که اگر ما بانیم که یک کرایتریا برش ساختن، یک پروتکل ساختن که اینا را اجازه دادن برای ولادت واژینال وی بک کنن. حتی امروز اندکشن هم برای کسایی که خواسته باشن وی بک کنن برشان اجازه است، یعنی مزاد استدباب نیست، در حالی که مریض هم داشت موافقه کنه تمام چیزها رو برای مریض آدم باید تشریح بده. در اونجا دیدن ببخشید که کسایی که لو ترانسفر سسیرین سکشن شدن اونا شانس رپچر رحم پیششون 2.5% بود. چانس مورتالتی اطفال 1.5 بود که فوق العاده کم بود. بازی که مقایسه کردن که کسایی که سسرین شدن که موربیدیتی و مورتالتی از خاطر خود سسرین از ویبک زیادتر است. اون از اون وقت بود که حالا در امریکا استاندارد شد که ویبک اجازه دادن و در اروپا در تمام جایا از امون استادی که در بیروت شده. خب این بازپسان هم میری برتان میگم میل وقتش است که باز یاد من نره. خب لو یوتراین سگمنت میفهمین که چی است؟ همه تان میفهمین؟ و چطور تشکیل میشه؟ از نظر فیزیولوژی و آناتومی چی رول داره؟ بگویم برتان؟ بگویم؟ استاد یک دفعه گفته بودین امو تشکل سگمنت بعد از هفته 28 اگر تکرار بگوین خوبتر است. خب چرا نه؟ 1000 دفعه ما برتان داری تخته میگم. این تخته سفید میبینی؟ این تخته را خب میبینین نه؟ یک تخته سفید میبینین نه؟ بله. میبینین. خب این حال در اینجا من براتون یک چیزی رو رسم میکنم. ببینین خب اینی آن قرایم است. این اینجا رحم میشه. واسه نه آن قرایم میشه. اینی اسمس است. اینی غور رحم است نه؟ اینی غور است. اینی اسمس است. اینی آن قصد. این حال چی میشه؟ در وقتی که شما چی میکنید؟ بعد از هفته 28 یک ناحیه مخصوص از نظر هیستولوژی و آناتومی در مابین خود رحم، مابین اسمس و مابین غور رحم این از اینجا تا اینجا را تشکیل میشه که شروع میکنه به تشکیل. اینی آستا تا اینجا را تشکیل میشه. اینه که یک ناحیه که تقریبا اینی ناحیه مابین 8 تا 10 سانتی متر است که مابین غور و اون قرایم تشکیل میشه. خصوصیات ازی چی است؟ به حسابی است که یعنی رحم کش میشه. غور از اون خود جدا میکنه. خصوصیات ازی چی است که relatively avascular است. ارواش بسیار زیاد کم است. یکی. دوم 6 هفته بعد از ولادت پس از بین میره، جذب میشه. این حالی که وقتی که از امون خاطر است که در هفته 28 کسایی که اگر پلاسنتا پریویا داشته باشه برشون خونریزی پیدا میشه کموره. لو پلاسنتا، لو لاینینگ پلاسنتا داشته. از خاطر که اینی میلخشه رحم کش میشه، پلاسنتا آستا ممکن است که اویش پاره شد. یک خصوصیت. دیگه خصوصیت شما میفهمین که کسایی که آرچ منفی هستن و اونا کوم تستشون هم یا انتیبادیشون منفی است، اونا را در هفته 28 تا 32 شما یک دوز روگم میتین. چرا در هفته 28 میتین؟ از خاطر که چون این در زیر لحم این لور سگمنت میلخچه، ممکن است که امو
حائلی که ما بین دوران خون مادر است دوران خون طفل است او را بشکنانه ممکنه نیم سی یا 1 سی خون طفل داخل مادر شود. از او خاطر است که اینمی واقع تنها در 12% رخ میده فیتال ماترنال ترانسفیوژن و آرچ مثبت قدر یک گاما گلوبولین دی قوی است پوتنت است که نیم سیش کفایت میکنه که مریض بسیار شدید آتوایمونیوز بسازه. و از او خاطر است که در وقت تشکیل لور سگمنت شما کلتان برای مریضای آرش نگاتیوتان که انتیبادیشون منفی باشه، اگر انتیبادیشون مثبت باشه خب ناوقت است بسیار. دیگه خصوصیت از این چیست که شما وقتی که در سر از این شخ میکنین خونریزی بسیار کم است و 8-6 هفته بعد پس جذب میشه. اینا وقتی که شما سوزاریان که یقین دارم کلتان کردین وقتی که به اینی شکل ترانسفرس باید رحم واس کنین به شکل ترانسفرس که واس کنین این همراه کلکتان اتو جذب کنین میبینین که طولی از این در حدود 9 تا 10 سانتی متر است. این را باید در چارتش نوشته کنین که lower uterine segment is very well developed about 8 to 10 centimeter. این حال شقتان را دمی سر lower transverse میکنین. چند پس اول خونریزیش کم است، دوم 6 هفته بعد پس جذب میشه، ندبهش فوق العاده خوب است. یکی دوم این حال مریضایی که لو ترانسفر شده باشن اینا را وی بک بکنین. اگه این رحم از اینجا رپچر هم بکنه فوق العاده خطرش کم است برای اینکه ای واسکولار است. اول خود اسکارش فوق العاده از بین رفته و اگه بکنم ای واسکولار است قدر عبید مریض اینجا کم است که بسیار با خوبی شما میتونین مریض سزارین کنین و حیات طفل مادر نجات بدین. اگه این شقتان در سر قبر رحم اینجا باشه، اگه در اینجا باشه این شقتان معلوم دار این ندبش جذب میشه با خونریزی فوق العاده زیاد است. ما دیدیم که این مریضا در هفته 24 بدون درد رحمشان رپچر کرده. از خاطر در کلاسیکال سی سیکشن هیچ وقت شما باید که وی بک اجازه ندین. اونا باید حتی میگن دو مشارده که بدتر شدن باید سزارین شود. این از خاطر است که اولین عرض رپچر این مریضا را که شما میمانین که ولادت کنه از پایان اول اگه سی تی جی داشته باشین باید بسیار خوب است باید باشه. اگه نباشه باید هر 10-15 دقیقه بعد باید رو مراقبت کنین که مجرد که دردایش استاد شد اولین عرض رپچر رحم توقف درداست. ببینین این را خود ما میبینیم وقتی که شما سزارین میکنین هر قدر که به مریض اکسیتوسین بتونین هر چی بکنین رحم تقلص نمیکنه. برای اینکه شما رحم رپچر کردین پاره کردین میفهمین که خود استاندارد است که مجرد که طفل برآمد و پلاسنتا را کشین اولین کاری که میکنین فوراً طبقه اول میدوزین. مجرد طبقه اول دوختین اینا را رحم دیگه رپچر نکرده اکسیتوسین تانم تاثیر میکنه فوراً رحم تقلص میکنه. بعضی ها که تجربه ندارن میخوان که خونریزی را استاد کنن فوق العاده کار غلط است. تا وقتی که شما خونریزی استاد کنید وقت مریض 5-6 یونت خون داده به ظرف 1 دقیقه 2 دقیقه بسته کنید فوراً رحم تقلص میکنه خونریزی استاد میشه. اون از خاطر است که لوور یوتراین سگمنت محفوظتر است و خطراتش کمتر است و وی بک دیش اجازه است. فهمیده شد دکتر سید؟ این حال پس میریم در خود چی؟ و کدام سوال تا اینجا رو نداریم؟ استاد یک سوال داشتم. بفرمایید. به خصوص برای مریضایی که 2 بار سزارین شدن وقتی که باز میکنین یایی که با تقلصات مراجعه میکنن یایی که بدون تقلصات هستن آنقدر قسمت سگمنت سفلی نازک میشه که کلا طبقه پریتوان میمونه. اصلا هیچ عضله اینجوری وجود نداره. یعنی او به شکل نرمال است برای مریضایی که قبلا سزارین شدن چون به مریضی که قبلا سزارین نشده اونقدر نازک نمیشه. بعد از اینکه مریضایی که در ترم میرسن لوور یوتراین سگمنتشون تقریبا
نیم سانتی متر یا 4 میلیمتر میشه، بسیار زیاد نازک میشه. اون شما وقتی که سزارین میکنین شق هم میکنین بسیار نازک است. یعنی یک کمک وقتی که شق کردین معلوم دارم به کار داخل نمیشین، همین کلکتانه که میتکنین در داخل میشه. یعنی به مریضا خطر رپچر زیاد است دیگه؟ خطر رپچر زیاد نیست، برای که تقلص در قسمت خود لوور یوتراین سگمنت ایش تقلص نیست. تقلص از غور شروع میشه، هر قدر که به طرف پایان می کم میشه، در لوور یوتراین سگمنت از بین میره، در عمق نه تنها که تقلص یک ریلکسیشن صورت میگیره. و از او خاطر یک چیز دیگر خوب شد که یادم آمد، کسایی که وی بک میکنین مجرد که شما ولادت کرد باید دستتان داخل رحم داخل کنین یا کمک رسیدشن برش بتین. معمولا قدر مریضا خود انتیریر واژینال والا باید یک چی کنین، یک جست کنین، یک اکسپلور کنین، ارزیابی کنین که کدام رپچر اکالت رپچر نباشه. باز وقت امکان داره که باشه. منتها رپچر امکانیتش 2.6 است، 2.5 است. یعنی استاد اگر بعد از وی بک رپچر سبسیروزال اتفاق افتاده باشه، بله؟ اگر بعد از وی بک جست کردین یا چک کردین که رپچر داده، نیازی به باز کردن نیست؟ بازش کنین، بستش کنین، پس باز دیگه دفعه وی بک نکنینش. برای که این رپچرهای بسیار زیاد سلیم است. سبب کدام خونریزی بسیار زیاد به ندرت میشه. زیاد مریضا استادمو که تعقیب کردن دیدم که خونریزی نکرده بدون ترمیم جور شدن. جور میشه، خود جور میشه. برای که پیشتر براتون گفتم که یک ناحیه است که اول خودش جذب میشه، دوم خونریزی قدر نمیکنه. مهمدار دیگه وقتی که خونریزی نکرد، هر جایی که خونریزی نکرد ازاش کنین جور میشه. رو یادتان است که در رپچرهای جان در رکتوسل گفتیم که غشای محبلی که هر قدر پارام شده باشه اگر خونریزی نکنه هیچ حاجت دوختن نیست، خودش بس جور میشه. خب از نظر اندیکیشناش معلوم در میفهمین maternal disease است، previous C-section است، pregnancy complication است که bleeding است، hypertension disease of pregnancies و congestive heart failure است. congestive heart failure از خاطر نمیمانن که مریضایی که زور میزنن والسلوا بلند میره و عدم کفایشون کمک میکنه. حالا معلوم دار تمام کسایی حتی چیره در زیر انستزی اپیدورال آدم میتونه که ولادت کنه به شرطی که فوق‌العاده شدید مانیتورینگ و تعقیب شود. فیتال پرزنتیشن مال پرزنتیشن است، زیرا ما شما کلش خواندیم در چی سرش گپ زدیم. پیشتر مال پوزیشن است، ما شما موضوع پوزیشن پوستریور یا مثلا دیپ ترانسورس ارست که براتون گفتم که علتش یک فلات سیکروم است. فیتال اناتومیکال انومالیز که مثلا یک تومور داره در شانه خود یا هایگروما داره. پریمچوریتی، پریمچورا را معمولا از هفته 34 که پایان باشه اگر ولادت میکردن میگن که موربیدیتی و مورتالیتی اطفال بسیار زیاد بهتر است اگر از راه سزارین ولادت شود که تراومای خود ولادت برای اینا ممکن است سبب جروحات شود. فیتال دیسترس است دیگه معلوم دار ماکروسومی است که هر کدامش یک بحث علیحده است به سبب چی میشه. اندیکیشن های دیگهش گفتیم دیگه evaluation of وقتی که شما یک مریض را که در ولادت است در دردای شروع وقتی که همون کرو شما خود اونجا چی میگن پارتوگرام میگن که کرو فریدمن است. یا ما شما در سر چی سرش مفصل گپ زدیم که لیتن فیز است، باز اکتیو فیز است، باز دیسلریشن فیز است، باز صفحه اول ولادت است. وقتی که امی کار به صورت نرمال پیش نرفت معلوم دان 3 پی را ایران برتن در اون وقت گفتم 3 پی را باید آدم ارزیابی کنه. اول پاور که ببینیم که پاور که تقلصات رحم است نرمال است یا نیست. دو پاسنجر که طفل است که سفر میکنه
دیگه پلویسه. براتون گفتم طریقش هم نشان دادم که کلینیکال پلویمتری رو دادم چی رقم میکنه. اگر در کلینیکال پلویمتری شما دیدین که کدام سوال بود که پلویس ازی قدر نرمال نیست و این دیپ ترانسفرس ارست کرد، دیگه ضرور نیست که شما انتظار بکشید. یا مثلا پاسنجر مال پوزیشن داره یا مال پریزنتیشن داره. دیگه این وی بک براتون گفتم. بیشتر هم سرش گپ زدیم، این باز سرش خوب شد که اینجا این باز آمد. پیشنس کانسلتیشن بسیار زیاد مهم است که تمام چیزها رو برای مریض باید بفهمونین، نوشته کنین، امضایش بگیرین و در زیرش فامیلش 2 نفر باید شهادت بده امضا کنه یا 6 بگیرین. مریضی که مریضا با دوا میکنه. type of previous C-section فوق العاده مهم است. بیشتر براتون گفتم. normal labor باید لیبر نرمال باشه. اگه اندکشن باشه ایزی اندکشن باشه که به شبش بسیار خوب باشه. دین روز در جاغوری بر من تلفن کردن که یک مریض است که IUFT داره و آلگوهیدرانیس داره. پیشترش سزارین شده در ایران، نمیفهمیم که سزارینش چی رقم شده. خب گفتن ممکن داره که لو ترانسفرس باشه. گفتم خیلی اونا CTG دارن. در زیر CTG و اون بشپش بسیار خوب بود. بشپ سکورش تقریبا 7 بود. گفتم امنیاتومی که بکنیم ممکن است در ظرف 1 ساعت 1.5 ساعت اندکشن کنیم ولادت کنیم. بازو مریضه که وقتی که کنسلتیشن کردم روش اون مریض قبول نکرد، بازور سزارین کردن. گفت سزارین که کردیمش راستی سزارین پیشترش low uterine transfers بود. number of uterine scar تا 2 تارم استاندارد است که اختلاطاتش بهتر نمیشه که 2 سزارین شده باشه. 3 سزارین سوال میکنن. اگر 4 سزارین شده باشه میگن باید دیگهش با سزارین دلیوری شود. انستزیش بسیار زیاد مهم است. اگر اینا در زیر انستزی اپیدورال باشن، چون خودشان هیچ وقت دردای خود نمیفهمن، باید شدیداً مراقبت شوند. زیر انستزی اپیدورال که باشن خوبیش است که دیگه مجرده که اگر سزارین ضرورت شود فوراً آدم دوزش بلند میکنه، در اتاق عملیات میبره. منتها کسایی که در ویبک هستن، باید اتاق عملیات آماده و خبر باشن. اتاق عملیات میگن که ما یک مریض در ویبک داریم. دیگه previous induction شده میره. آیا در previous induction اینا جواب صحیح دادن یا ندادن؟ و دیگه previous vaginal delivery ها کردن یا نکردن. کسایی که previous vaginal delivery نکرده باشن محفوظتر است که آدم باز اینا را cesarean delivery بکنه. The use of oxytocin. یعنی براتون گفتم که uterine rupture مابین 1 تا 1.5 است versus 2% که اگه اکسیتوسین دادم بده. اپیدورال انستزیا رو براتون گفتم اون روزم براتون رسم کردم که اپیدورال چی قسم آدم میده. examining the scar بیشتر گفتم که باید از طریق محبلی اسکار باید یک معاینه کنین. Rural electronic fetal monitoring یا CTG. elective C-section maturity concern. کسایی را که شما elective C-section میکنین مخصوصاً اگر از چی سن طفل آدم به صورت یقینی خبر نداشته باشه و سرفکتین مایه امنیتی که آدم تعیین کرده نتانه، خطر پریمچوریتی پیششان است. maternal mortality 18 تا 19% هزار است که به صورت نرمال در امریکا 11% هزار است. در افغانستان خب میفهمین در باز جاها در بدخشان اینجا 3600% هزار است. یا مابین 1600 تا 3600% هزار است. منتها اگر مقایسه کنین املای normal vaginal delivery without previous C-section 11 در 100,000 است، تنها 7 در 100,000 بلند میره. birth trauma را هیچ وقت کس گارانتی کرده نمیتونه. اینی گپا را باید امروز مریض آدم پیش از پیش گپ بزنه. type of C-section چند رقم است. کلاسیکل که شقتن در مابین خود عضله رحم است. یک لانجیتودن. اینا رو میبینین شقایشه.
lower uterine transversus و lower segment longitudinal است. ایره ما اینجا نوشته نکردیم. ایره شما نوشته کنین. ایره به نام کرنیک انسیژن یابه. کرنیک K-I-R-N-I-C کرنیک که در مخصوصا کسایی که بریج باشه اگه lower uterine segment در حدود 10 سانتی باشه شق تانه دیش طولانی بکنین. ولادت بریج بسیار زیاد آسان میشه. اختلاطاتش و جور شدنش اینش کلش اینی چیز است. اکسترا پیریتونیال است که یک وقت که انتیبیوتیک قدر خوب نبود در سالهای 70 ما اکسترا پیریتونیال میکردیم. کسایی که می آمدن برای بسیار گروس امنیونایتس آدم هیچ پیریتون باز نمیکنه از پشت سر مثانه پیریتون بالا تله میکنه. خو یک تکنیکه که مغلق است حال کس نمیفهمه نمیکنه. abdominal incision midline transverse باز فکر میکنن که اگر شق ابدومن شق بطن ترانسفرس بود ای لو یوتراین ترانسفرس است. اگر شق ابدومن لانجیتودینال بود ای کلاسیکال است که با تمام معنا یک غلط مشهور است. دیگه سیسیارین هیسترکتومی است. یعنی چندین رقم سیساریان است. خب انستیزیا جنرال تنها در واقعات امرجنسی ها رو میده. برای که جنرال وفیات مادرها تقریبا 10 چند از ریجنال کده زیادتر است. سپاینال و اپیدورال امروز از بهترین و محفوظترین انستیزیا برای سزارین است. برای که اینجا ریسک اف اسپیریشن است. وقتی که انتوبیشن میکنن مخصوصا کسایی که چاق است یا در عاملگی خود همین دستام اسافاجیل بسیار ریلکس میشه. تیزاب معده که 2.5 pH است سبب اسپیریشن نمونیا میشه. اکثر هم کشنده است و دیگه ریسکای انستیزی معلوم دار است. ریجنال انستیزی است که سپاینال است، اپیدورال است یا لوکال است. در زیر لوکال هم آدم بسیار با خوبی که مریض تقریبا آرام میباشه میتونه کدام سزارین بکنه. یعنی ببینین اینی شکل لو یوتراین ترانسورس است. لو ترانسورس انسیژن است. اینی شکل کرنیک است. لو ترانسورس ورتیکال است. لو ورتیکال انسیژن است. اینی کلاسیکال است. کسایی که مثلا اوبلیک باشن معمولا این کلاسیکال میکنن. نظر به تجربه خود چی هست میتونین که بسیار با خوبی همراه یک لو ورتیکال انسیژن ولادت کنین. کوشش کنین تا جایی که امکان داره که کلاسیکال نکنین. اگر کسایی که میخواستن که توبولاگیشن شون برشان بکنین. دیگه بسته کردن از جان بسیار سخت است. من یقین دارم شما دیدین و خونریزیش هم بسیار زیادتر است. criteria for timing of elective C-section. چی وقت آدم تایمینگ کرده میتونه؟ At least one of the following criteria must be met for the woman with a regular menstrual cycle with the use of hormonal contraception. contraception خود قطع کرده بعد از او تست حاملگیش 2 هفته بعد مثبت شده. اینی تقریبا بالکل براتون میگه که سن حاملش چقدر است. فیتال هارت ساوندشه همراه داپلر در 20 هفته شدید. همراه استاتوسکوپ فیتوسکوپ نه همراه داپلر در 20 هفته. بله و فیتوسکوپ در 30 هفته دیدیم. همراه داپلر در 20 هفته شنیدیم. Reliable positive pregnancy test 36 weeks ago. 36 هفته پیشتر تست حاملگیش مثبت بده. آلتراساوند در ترایمستر اول بسیار زیاد مهمتر است از ترایمستر آخر کرده. در ترایمستر اول امکانیتی که غلط کرده باشند در حدود 1 تا 2 هفته است. در ترایمستر سوم امکانیت غلطیش تا 3 هفته است. که ممکن است اگر در ترایمستر سوم آلتراساوندتان بگه که 37 هفته است، ممکن است که 34 هفته باشه یا ممکن است که 40 هفته باشه. از اون خاطر بسیار زیاد مهم است که شما کتاب ویلیام دارین. این ما از روی ویلیام گرفتیم که از روی آدم باید یقین داشته باشه که برای الکتیو سیسارین سکشن
چی قسم آدم بکنه. این تکنیک شه که ما کنید معلوم دار یاد دارید وقتی که باز کردین اینجا مثانه است اول پریتوان باز میکنین. ما پریتوان امروز قچی باز نمی آسان تری نشیست که امروز کارد باز کنین تلا کنین بسیار وقتی سر کم میگیره. وقتی که پریتوان باز کردین خود رحم باز میکنین. این متوجه باشین که اینه ببینین که لوور یوتراین سگمنت امروز کلک خود میبینه که چقدر است، فاصله طولش چقدر است. متوجه باشین که هیچ وقت امروز کارت باید داخل رحم نشه. این من یقین داره میره شما میفهمین یا امروز پشت سر کارت داخل شوین یا امروز کلکتان داخل شوین. ولی که بسیار طفلا را ما دیدیم که یا اگه بریچ بدن یا سر بدن که یک شق در سرشان یا در سر خواهد فرق نمیکنه که در چشمشان یا در بینیشان کنم جای شق نشود. یعنی بعد از که خود چی رو باز میکنیم بهترینش همیست امروز بندیج سیزر اگه آدم بکنه یا رندمایز کنترل استادی کردن که این بندیج سیزر خوب است. بندیج اونمیست که این طرفش کند است یک طرفش واضح. امروز بندیج بکنه آدم یا امروز کلک واز کنه. باز کنه مقایسه کردن امروز کلک آدم واز کنه خون ریزیش کمتر است، ترمیمشان بهتر است. یعنی بعد از که طفل میکشین معلوم دار باز رحمه در رحم بال در یک طبقه بدوزین یا دو طبقه بدوزین. امروز ثابت شده که اگر یک طبقه بدوزین لو ترانسورس نه کلاسیکال، یک طبقه بدوزین continuous locking یا continuous non locking. بیترون سوچر وایکرل زیروس، اگر وایکرل زیرو نباشه کرومیک یک بیترین سوچر است برش. این حال اگر خونریزی به تمام من توقف کرده بود شرط نیست که طبقه دوم آدم بدوزه. بازی رو رندمایز کنترل دیدن که یک تعداد مریضا را یک طبقه دوختن که خونریزیشون استاد شد، یکی دیگر دو طبقه که دیگهش لامبریکیتد است که بازی طبقه را آدم غرس میکنه در زیرش کنه. یقینا شما میفهمین. وقتی که مقایسه کردن از نظر هیستوسلفنگرافی و هیستروسکوپی ما بین از این گروپ دیدن که ما بین اسکار از اینا از نظر کوالیتی و کوانتیتی هیچ کدام فرق نیست. پس اگر مریض شما در یک مخصوصا مریضایی که وضعشون خوب نیست که میخواین زود خلاص کنین عملیات، اگر در یک طبقه دوختین و دیگه خونریزی نداشت شرط نیست که طبقه دوم آدم بدوزه. یعنی این طبقه دوم است که باز طبقه اول آدم چی میکنه. پریتوان دوختنش هیچ ضرور نیست. یک وقت سبب التصاقات رحمی نمیشه، التصاقات بعد از نطفه‌های بعدیش. این خب ما را یک آدم پرسان کرده نام چیست؟ گفت نام ما خدا. وی گفت خب کافر شدی. گفت مرا خود بردی گفتن نماندی که من میگفتم نام ما خدای بردی است. خود تو مرا در بردی گفتن نماندی که من بگم برات که چرا پریتوان آدم باید بسته نکنه. پریتوان یک وقت بسته میکردیم. پس اون که مقایسه کردن ما بین تقریبا 1000 مریض 2000 مریض 1000 بسته کردن، منتها این رندمایز کنترل بودن که از هر نقطه نظر مشابه بدن. تنها در یک گروپ پریتوان بسته کردن، در یک گروپ پریتوان بسته نکردن. اینا رو پس کل زیر لاپاراسکوپی کردن. کسایی که پریتوانشون بسته نشده بود التصاقاتشون بسیار زیاد کمتر بود از کسایی که پریتوان بسته کردن. نتیجه خودت گرفتن که اینمی کوک که شما میزنید اینجا، اینمی کوک خودش سبب ریاکشن نسجی میشه و سبب التصاقات و فایبروزیس میشه. و در اسکار هم چی نکرد و دیگر مقایسه کردن از نظر درد. کسایی که پریتوان بسته نکردین دردشان 30% از کسایی که بسته کردین کمتر است. اینا رو رندمایز کنترل کردن که هیچ قدر دوای درد بهش ضرورت بود، هیچ قدر دوای دیدن که کسایی که پریتوانشان بسته نشده 30% مقدار دوای دردشان کمتر است. از این خاطر از نظر ریسرچ های کلینیکال ثابت شده که بسته کردن پریتوان برای لوازیک فایده نداره، حتی نقص داره و برای مریض درد و تکلیفش زیادتر میشه. دیگه سیزارین هسترکتومی است. معلوم دار کسانی که خون ریزی میکنن خونشان استاد نمیشه. در پست پارتم هموریج ما شمار مفصل دیدیم که کدام احتمامات آدم میگیره که باید خونریزی را آدم استاد کنه. اگر استاد نشد معلوم دار تکنیک های استرکتومی سیزارین استرکتومی است. من یقین دارم که شما کردیم. شرط نیست در سیزارین استرکتومی
که مخصوصا مریض که خون میده که شما توتال استرکتومی کنید. معمولا وقت مخصوصا مادری که اون قشر تمام منواز شده باشه بسیار مشکل است که آدم مابین محبل و مابین عنق از نظر ضخامت تشخیص کرده بتونه. از او خاطر است یک تعداد مریضایی را که آدم میگه میره توتال استرکتومی کردین، پس آن که میبینین که از پایان که معاینه میکنین که هنوز هم عنقش است. ضرور نیست مجرد که از این شریان رحمی پایان شدین براد لیگامنت خود همی براد لیگامنت در اینجا کلمپ کردین، قطع میکنین، میره بسته میکنین که زود خلاص شه. برای که عملیات مشکل هم است و عملیات خوندیم است که مریضا برش خونریزی پیدا شد. این مقدار واژینال کف باز بسته میکنین. دیگه ببینین که میگه morbidity after elective C-section compared with C-section after women in labor with prior cesarean birth. کسایی که در لیبر بوده و کسایی که پیشتر سزارین شدن یا ایسته که کسایی که elective سزارین شدن. کسایی که در لیبر بودن با سزارین شدن یا کسایی که elective سزارین شدن. morbidity elective cesarean section که هیچ در لیبر نیست در ترم میاری نشه سزارین میکنید. چانس استرکتومی 0.2% است. کسایی که در لیبر بدن 4.3% است که استاتستیکلی قدر فرق نداره. operative injury در اینا 0.6% است. کسایی که در لیبر بدن 3% است. مخصوصا از خاطر که در اینجا چون اون خود بسیار واس کرده نزدیک حالب شده. این از اینجا که حالبا پایان شده معمولا جروحات حالب در کسایی که در لیبر بودن یک ذره زیادتر است. پرپیورال انفکشن در کسایی که الکتیو بوده 6.4 است که هم قدر از نظر احصایی فرق نداره. ترانسفیوژنش هم قدر فرق نمیکنه و دیگه ووند انفکشنش هم قدر فرق نمیکنه. تا کسایی که در لیبر بوده کمک ووند انفکشنشون زیادتر است. دیگه در 54,000 واقعه که ریسرچ کردن که پوستپارتم در الکتیو پوستپارتم استرکتومی الکتیو و امرجنسی که امرجنسی استرکتومی کردن یا الکتیو. بلاد ترانسفیوژن 18% بوده. در امرجنسی 91% از اینا ضرورت به ترانسفیوژن شدن. بلادر انجری 3% بوده. در اینجا 95% بوده. urethral injury none بیشتر براتون گفتم. The elective the emergency C-section 3 بده. در مابین اینه قدر واقعات 58,000 واقعات. surgical infection 22-29 قدر فرق نداشته. death در اینجا 0 در 54,000 واقعات 3 مریض وفات کرده. از خاطر emergency C-section اینمی اختلاطات است بسیار انسیدنسش کمتر است. از توجهتون تشکر. اینا اگه سوال داشته باشین گپ میزنیم سرش. پیش میکروفون بیاین که من صداتون خوب نمیشنم. سوال است یا من بین خود بیاین خیلی نزدیک میکروفون بیاین که از اینجا قدر خوب صدایتان نمیاد. مصطفی جان گفتم که یک دونه میکروفون پورتبل پیدا کنه خود نکرده تا بال پیدا. استاد در هفته گذشته ما یک مریض داشتیم ندبه پنجمش بود. پیش از اینکه ما بالای سگمانت سفلی شک کنیم قدر نازک بود تنها سگمانت همین طبقه پریتوان دیده میشد تا راس طفل از مزیر پریتوان معلوم میشد. آیا به این مریض بار دیگه هم چانس داده شد؟ چون این 4 دختر داشت و بازم میگم که نه بر من باید چانس داده شد. معطل یک بچه بود دیگه. بله استاد. یعنی خطر مادر زیاد است رپچر بعدیش. سعی کنین در 4 تا پیشتر از راه پایان ولادت کرده بود؟ 4 بار سزارین 4 بار دیگه هم سزارین شده بود. دکتر صاحب ما براتون گفتم از 4م سزارین هیچ اجازه نمیتن. پنجمش با تمام مانا مخالف استاندارد است. مادر باید بفهمه که ما باید زنده باشیم که اولاد پنجم خود کلان کنیم. استاد ما
دوام وقتی گفتم هیچ براتون گفتم دکتر سبی ما شما فقط مسئولیت ما چی است؟ مسئولیت شما مسئولیت ما است که برای مریض میفهمانین که خطراتش چی است و ازش خط بگیریم. که من برای مریض گفتم که اگر دیگه دفعه تو عمل دار شدی پیش از اینکه تو سزارین کنیم ممکن است که رحمت رابچر کنه بمیری. این متر باشه. استاد یعنی توبلیگیشن خو اجازه هست نی؟ چطور نیست که توبلیگیشن خو به هر صورت توبلیگیشن یک موضوع الکتیو است. اون در ویدیویی که از مولا صاحب مولوی صاحب در مزار شریف تعیین کرده بود توبلیگیشن به تمام معنا اجازه است. استاد ببخشید تا چند خانم سیزارین شود؟ تا 3 سزارین هم میگن درست است. 4 هم اجازه میتن. خطرش بعد از 4 تقریبا 50-60% بلندتر میره. اونا خودتان به چشمتان دیدین که سزارین 4 پیش از اینکه دردای شروع کنه لوری ترانسگمنت رپچر کرده. اگه این کلاسیکال می بود پیشتر وقتی مریض مرده بود لور ترانسفرس حالا دیدیم که چون اختلاطات رپچرش فوق العاده کم است یک ناحیه است که ریلاتیولی ایواسکولار است از خاطر است که مریض طالع کرده که خونریزی نکنه. باز دیگه اختیار خود مریض است. منتها شما ازشان باید تو خط بگیرین که شوهرشان امضا کنه، مادرشان امضا کنه، یک دو تا دکتر صاحب امضا کنه، یا خط بالکل قانونی ازش بکنین، شستاشون رو بچسبونین. این مریضا خب باز دیگه چیز نیست یا از خاطر پیسه دوام میکنه. استاد میبخشین یک دو سوال دیگه است. بفرمایید. قسمت reason for increased incident قسمت malpractice litigation چی است؟ استاد نفهمیدیم. باشین که من این خیلی چی کنم؟ چی گفتیم که چی بس؟ استاد قسمت reason for increased incident malpractice litigation malpractice litigation استاد رو نفهمیدیم چی؟ این malpractice اینمیست که شما همیال پیشتر گفتین سردم دعوا میکنه. دعوا و دعوابودی یک وقت در امریکا فوق العاده کم بود و دکتر اعتماد میکنن که در افغانستان خود اکثر جاها مخصوصا در اطراف شما مریض که میاین 100% حیات خود و صحت خود به نظر شما اعتماد میکنه. مریض بیچاره از سرش تا پایانش تکه کنین یک سوال نمیکنه کسی. مگر مسئولیت ماست که ما باید به تمام معنا اینا رو بفهمانیم برای که همین اعتمادشان امرش بسیار زیاد به احترام معامله بکنیم. اینال کسایی که از امو خاطر خط میگیرین اگر بفهمین که دعوا و دعوازی بسیار زیاد میشه از اون خاطر پیش از اینکه مریض امکان ولادتش از راه پایان باشه یا یک طفل که کمک کنه وضعش خراب شد فعلا سزارین میکنه. این میره malpractice litigation دعوا را میگه. malpractice یعنی یک پرکتیس غلط. malpractice litigation. دیگه سوال تو چی بود؟ استاد قسمت fetal indication استاد در قسمت fetal indication congenital anomalies استاد کدام انومالی ها؟ بسیار انومالی است. مثلا انومالی های کسایی که چی داره؟ آدرس فعل خو یک شماره استاد در انسفالیا معمولا یک دیستوشیا به وجود میاد یا مثلا یک تراتومای عظم عجوز یا عظم اساس داره یا یک تومور هایگروما داره که در شانه هایگروما پیدا میشه. این درست یا ایست که مثلا کنجاین توینزای کمره یکی دیگه چسبیدن. تمام انومالی هایی که امکانیت ولادت شال خون فیزیولوژی ولادت به تمام اون میفهمیم کم باشه اونو انومالی هایی هست. تشکر استاد همی چرا که مربوط ما میشه استاد ما بخوایم موضوع همی آرش ایمونایزیشن بر مشکل آرش نگاتیو. خب این دیگه دفعه دیگه چهارشنبه براتون آرش نگاتیو حسابش کرد میذارم پاورپوینتش دارینم براتون روانم میکنم. استاد میبخشید ما یک سوال داشتم. چرا نه بفرمایید. استاد می قسمت دوریشنش یعنی که می از
سزارینش چقدر وقت دیر شده باشه در اینجا که هست معمول است از 1 سال که کم باشه مثلا 1 سال کم باشه اجازه وی بک نمیتن برش. نه وقتی که تجربه شده. خوب سوال کردین. تجربه شده که بعد از 3 ماه ندبه به تمام مانا شفای عظمی خود میگیره. تا 3 ماه اول حمله دار نشون، برای که بعد 9 ماه دیگه میگیره. بعد از 3 ماه ندبه حد عظمی شفا میفته. از او که هر قدر تار بتین در شفای از او کدام تغییر وارد نمیشه. نمیتونیم اجازه وی بک بتیم یعنی اگر از 1 سال کم باشه؟ بله. درست است استاد. تشکر. تندب از نظر هیستوپاتولوژی در ظرف از 3-4 هفته محکم میشه. در 3 ماه با تمام مانا فایبروز نسج کالاژن تشکل میکنه که بعد از دیگه در ندبه کدام تغییرات نمیاد. استاد میگه در کابل زیاد برای وی بک ما در شفاخانه ملاله که ما بودیم اندکشن نمیکردیم مریضا را، یعنی بسیار میترسیدن استادای ما، یعنی مریضا رو اکسیژن نمیدادن. ببینین وی بک که میکنین یک روز اگه باشه که سر وی بک گپ بزنیم چند چیزا مد نظر بگیرید نوشته کنید. اولیست که طفل مکروسومی نباشه که وزنش مثلا از 4 کیلو باید کمتر باشه. دیگه ترم باشه، پریمچور نباشه. دیگه مریضا بشپ سکورشون بسیار خوب باشه و یایسته که اون قش خودتون رایپ میسازید. همراه فولی ایره سرش گپ زدیم ما شما در اندکشن که چی طریقه هست یا همراه ماژوپراستال اون قش شما رایپ میسازین که بشپ سکورشون از 4-5 در حدود 4-5 یا از او که بالاتر باشه. یا گنقه که به تمام آن بسته است و بشپ سکورش 0 تا 1 هست اندکشن نمی کنین. برای 24 ساعت 48 ساعت کوشش میکنین که اون قشه رایپ بسازین و نرم بسازین و یک ذره توسع بتین و نازک بسازین. اگر نشد وی بک اجازه نیست. در اینی صورت و دیگه تا حال اجازه میتن که در اینجا خواهد بریچ کس ولادت نمیکنه. حتی در بریچ هم بریچ های فرانک بریچه میتون آدم که اگر بشپ سکورش خوب باشه شما اندکشن کنید. ولادتش ورتکس باشه، پریزنتیشنش ورتکس باشه، شرایط دیگه که براتون گفتم مهیا باشه. همراه مریض گپ هم زده باشین، ختم از پیش گرفته باشین. باز شما دیگه مسئولیت ندارید. منتها مراقبت باید بسیار نزدیک شود. اکسیتوسین و اندکشن هیچ کدام مزاد استدباب نداره. منتها برای یک گروپ مشخصه که من براتون گفتم اینمی گروپ بهش هیچ وقت مزاد استدباب نداره. تشکر استاد. من خودم یک مریض داشتم که 1 سال از سیزارینش دیر شده بود و سیزارین دیگه هم خودم کرده بودم که دوگانگی بود. اولش مال پرزنتیشن داشت. بازی مریضم 1 سال بعد دستی آمد مریض عمل داشت. ایره ما استاد بسیار خواهش میکرد که یعنی با سیزارین نشوه. اول من ایره خوب صحیح ترپ کردم، باز بعد از او یکم که اون قش درداش پیدا شد باز ایارم کردم، باز خوب شدم. تو خوب پیشرفت کرد که مریض ولادت کرد که پاوزاش خوش شدن که برای من 5000 دقیقه برای من شیرینی داد استاد. اینو خوینالی شیرینی دادم کاش که برای من نصف دیگه که این از خاطر اینمی شرایط مخصوص که باشه دیگه در اندکشن هیچ کدام مزاد استدباب نیست. تشکر استاد. استاد محترم سوال ما می‌کنم. ببخشید استاد. بفرمایید. استاد یک سوال داشتم. از سوال پیدا میشه. در می قسمت وی بک شما گفتن که باید با سکور از باید بهتر شود. ایرا گفتن در شفاخانه اینجا در افغانستان چیز نمیتن، میزوپروستول نمیتن. ایرا ما میتونیم میزوپروستول بتیم شما؟ ماژوپروستول ما از 25 میکروگرم شروع کنیم داخل محبلش بانیم. هر 6 ساعت بعد تا 8 ساعت بعد بانیم. هیچ سبب کدام اختلاط نمیشه.
سبب درد نمیشه. آستاست تا بعد از 24 ساعت برین ببینین که اون قش چقدر تغییر به شبش چقدر تغییر کرده. اگر بازخواسته باشین یک فولی رو داخل کنین در مابین اون قش، اون پوکانیش هوا داخل کنین، یعنی فولی خودش 50% دیگه کمک میکنه که به شبش بلند بره. اگر با ظرف 48 ساعت یا 73 ساعت به شبش بلند نرفت و وضع مادر طفل خوب بود، باز میتونید سزارین کنید. در غیر از او شما 60-70% از این مریضا رو میتونید که بسیار با آسانی ایندکشن کنین ولادت کنین. شکر استاد، زنده باشید. استاد محترم یک سوال مام دارم. بفرمایید. استاد یک سوال این است که استاد که بعضی دکتر صاحبا به خاطر از اینکه از التصاقات جلوگیری کنن، اونا به مریضای خود مثلا چی میتن، دوای فیمورال میتن یا مثلا بعضی دوا دکسامتازون میتن. آیا استادی دواها استاندارد است به خاطر یا داده شده به خاطر از اینکه با تمام مانا ثابت شده امروز که التصاق شما جلوگیری کرده نمیتونین امرای دواهای که از طریق سیستمیک میتونین. ممکن است که کورتیزون در سرش رول داشته باشه، در سر از این منتها التصاقات را که از خاطر عملیات های انفرتیلیتی آدم میکنه یا زیر مایکروسکوپ آدم عملیات میکنه، او را میگن که اگر داخل پریتوان مریض آدم پیش، مثلا مریض ما مثلا یک 250 واقع توبوپلاستی رو کردیم، حضور سرش یک پیپر هم نشته کردیم که همین این تجربه را که کلانترین مرکز در ونکوور بود که ویکتور گومل در سر ازی بسیار زود کار کرده بود که چی کنیم که بعد از توبوپلاستی ها التصاقات کمتر شه، برزی که التصاقات خودش سبب انفرتیلیتی میشه. با اول باید در مابین پریتوان خون به صورت مایکروسکوپیک استفاده شود. هر وقتی که در پریتوان علاقه به وجود بیاید، اون روزم براتون گفتم علاقه را گرچه خود پریتوان مشکنن، علاقه سبب فایبروزیس میشه، فایبروز سبب التصاقات میشه. جروحات پریتوان باید به صورت اصغری باید از بند بره کم شود. تنها پریتوان جداری که گفتیم پیشتر اگر شما بدوزینش التصاقات زیادتر میشه. یکی. دوم، اگه این مریضا رو میگه شما کورتیزون زیاد بده، مثلا دکسامتازون 20 میلی گرم شاید پیشتر برش میدادیم، باز روز عملیاتش 8 میلی گرم صبح میدادیم، 8 میلی گرم شب. بعد از باز خانه روانشان میکنیم در دوز بک پردنیزون برای یک هفته 10 روز دیگه. هنوز پورا ثابت نشده که آیا التصاق کم میکرد یا نمیکرد، برای که رندمایز نشده یک تعداد مریضا رو داده باشن یک تعداد مریضا رو. چرا رندمایز نمیشه؟ یک تعداد مریضا خودشان یک جین دارن که سبب اسکار میشه، سبب التصاقات میشن. شما ببینین دیده باشین یک کسایی را که گوشت شکاف میکنن این قدر یک اسکار میسازه. یک دیگه در هر قسمت وجود تندب فرق میکنه. مثلا جرحی را که شما در پایان بطن میکنین امکان فایبروزیسش بسیار کم است از اینکه شما در بالای بطن شق طولانی میکنین. شق طولانی اسکار خرابتر میده، در حالی که شق مستعرض پایان اسکارش بهتر است. دیگه یک تعداد مریضایی است که یعنی که دکابیتیش این یک کیلوید میسازه یا یک هایپرتروفیک اسکار میسازه که این شما هیچ وقت رندمایز کرده نمیتونید. اما کسی که اسکارش مثلا کورتیزون بهتر ساخته ممکن است که هیچ ژنتیکش نداشته بوده باشه. کدام تست نیست که شما پیش از پیش بفهمین که کی های ریسک است برای اسکار، کی نیست به های ریسک است برای اسکار. منتها یک چیز بسیار زیاد که ثابت شده که در سر اسکارهای داخل بطنی پریتوان تاثیر داره که یکی سوپرا فیلم میگن، یک فیلم است که یک جل است، یکی دیگه به نام انترسید میگن، مثل یک گاز وارست کی به نام نامش کیمیاییش من رو پوری یادم نیست که هایدروکلوریک چطورکایی یک نام داره، انترسید. وقتی کدام از عملیات خلاص میشه، مثلا یک نبیزه که شما یک ویج سکشن کنین یا یک تومور ازش بکشین
به اغلب احتمال یا یک فایبروید از سر رحم میکشین. هر قدر کیلو اول باید امرای بسیار تالای خرد و مثلا وایکرل 5-0 یا وایکرل 6-0 بدوزین. خونریزی باید نداشته باشه. دیگه خونریزی رو که استاد میکنین امرای بروویا یونیپولر سبب اسکار میشه، بایپولر باشه. تکنیک های بسیار زیاد است. باز در سر همین جای رو کدام عملیات کرده اینمی فیلم آدم میمونه در سرش یا سوپر فیلم اگه ماندین او خودش میچسبه اینجا. انترسیده که ماندین یک چند قطره سیروم آدم در سرش میندازه. همین قطره سیروم میره در اینجا میچسبونه. این چی میکنه که یک تولید یک طبقه جل میکنه، مثل جلی واره که جلی تا 6 هفته را میمانه. تا 6 هفته را دیگه تندب صورت میگیره، التصاقات سبب نمیشه. از چی فهمیدن که مؤثر است؟ که خود مریض به حیث کنترل ازش استفاده کنن. مریضایی را که برای پی آی دی یا برای هر چیزی که بوده واس کردن که هر دو طرفش التصاقات اینا به تمام مانا مساوی بده. هر دو طرفش به تمام طریقهایی که پیشتر براتون گفتم به عین طریقه عین نفر عملیات کرد. یک طرفش انترسید ماندن، یک طرفش انترسید نماندن. 6 هفته بعد اینا را لاپاراسکوپی کردن. بعد از 6 هفته بعد دیدن که در طرف که انترسید است 75% التصاق نیست. در طرف که انترسید نیست یا سوپرافیلم نیست 60% التصاق وجود داره. پس اینی چون خود مریض و عین پاتولوژی را باعث کنترل ازش استفاده کردن، ثابت شد که انترسید و سوپرافیلم یک ذره قیمت هم است، سبب وقایع التصاقات در حدود 75% میشه. این گپایی که اینا میتونن که برای فلانی چیز مختلف کل یک مدارگری است. هر چیزی که پیسه را مصرف میکنن هیچ ثابت نشده. امروز ثابت شده که رول نداره. سوالتان جواب داده تانستم دکتر صاحب؟ بله زنده باشین استاد محترم. یک سوال دیگه هم دارم استاد. اکثرا ما در شفاخانه کیور استاد وقتی که سیزارین خلاص میشه داخل پریتوان لواژ میکردیم، ولی بعدا حالا که استاد خواندیم پریتوان هم شقتان لواژ میکردیم؟ نه خیر نه، داخل جوف پریتوان استاد، داخل بطن لواژ میکردیم امرای نرمال سلاین گرم. ولی حالا استاد که نرمال سلاین بله استاد، حالا فعلا که خواندیم گفتن که باید لواژ نشه استاد. نظر شما چی هست این مورد؟ دکتر صاحب من نظر خودم مهم نیست، من نظر لیترچر و نظر ریسرچ براتون میگم. نظر ریسرچ تر است که شما پریتوان شرط نیست که داخل پریتوان بشورید، فقط خود جرحی را که در رحم است اونمو رو بشورید. از پریتوان با شما امنیاتیک فلوید و خونی که در بین پریتوان است امرای دستمالای لپک باید پاک کنید، ساکشن کنید پشت سر رحمم بغلارم کلشه که علاقه و امنیاتیک فلوید و فلوید در بین پریتوان نمانه. اینال لواژ خود چی را من براتون بگویم. ما خود ما در یونیورسیتی فلوریدا چندین سال پیش یک ریسرچ کردیم. این مریضا را در چند گروه تقسیم کردیم، رندمایز کنترل. یکیش لواژ کردیم امرای آنتی بیوتیک سفالوسپورین بود، سفاتریاکسن. یکی دیگهش هیچ لواژ نکردیم. یکی دیگهش تنها امرای نورمال سیلین یعنی خود زخم لواژ کردیم بس. بعد از کلش خشک کردیم. باز پریتوان بسته نکنیم، صفاق قسمتش بسته کنیم. بهترین نتیجه را نورمال سیلین لواژ خود شق داد. در دیگرها هیچ کدام بهبودی یا خرابی را نشان نداد. از خاطر امروز هیچ وقت توسط آنتی بیوتیک لواژ نمیکنن و بی لواژ هم نمیمونن. تنها یک کمک کارید امرای یک بالب سرنج میکنین، بازی را خشک میکنین، پاک میکنین، پشت سر رحم هم خشک میکنین. امروز طریقه استاندارد اینه میست. تشکر، زنده باشین استاد محترم. خیلی ممنون. خب دیگه اگر سوال ندارین که من اینجا 12 بشه از من خواب گرفته. شما روزتان خوش. خیلی دیگه هفته سر آرچ که بزنیم براتون؟ بله. برای روز سه شنبه
سر اسکرینینگ کانسرهای عنق کلش ما فکر کردم پیش خود که بسیار زیاد کشال طولانی هم است، برای شما یک ذره زیای وقت هم است، مخصوصا که کلپوسکوپی نمی کنین و پپسمیر و مقدر در کابل به دسترستان نیست. فقط به صورت خلاص میگم که چطور آدم اون قرائم اسکرین میکنه و باز مثل که دیشب سر اندومتریال کانسر گپ زدیم که چطور آدم بازی رو تشخیص میکنه، چطور تداوی میکنه. فقط یک دو لکچر در سر از او باز یک روز سه شنبه میکنیم، دیگه باز سه شنبه آینده میکنیم اگر حیات باقی. و برای دیگه چهارشنبه شما سر آیسو ایمونیزیشن گپ میزنیم. استاد باز نوشت سلادش بازم روان ایسته؟ چایش پیش دکتر صاحب در روی سما هست، سر از ما برتان روان میکنیم، برای کلتان روان میکنیم انشاءالله کل پاورپوینت ها رو روان میکنیم. تشکر. خدا حافظ. زنده باشیم.